تاریکی بود شام تبدیل شد به نور و معاویه فهمید، متوجه شد که معاویه هم که کارمند داشتن زیاد، جاسوس داشتن زیاد، میفهمیدن که تو این مجالس های مردم چه حرفایی زده میشه. معاویه که اینو دید خب چیکار میتونیم بکنیم؟ این آبروی امام حسن رو برداریم، این مردم رو دعوت کنیم یه مجلس بزرگ، علمای خودمون رو دعوت میکنیم، معاویه نمیدونم خود معاویه دیگه، مروان، عمرو عاص، مغیره، ولید، زیاد، قطبه، اینا که البته علمی نداشتن ولی خب اینا رو دعوت کرد ضد امام حسن اسلام صحبت کنن و همه مردم رو دعوت کردن و امام حسن اسلام رو دعوت کردن. امام حسن اسلام که اومد مجلس اول نمیخواست جواب اینا رو بده، چون گفت اگر من جواب اینا رو بدم ارزش قائل کرد، یعنی ارزش نشون دادن نسبت به این حرفشون و حرفشون واقعا ارزشی نداره، بی‌فایده است من جواب اینا رو بدم. و اونا فهمیدن که امام حسن اسلام همچین جوابی که میخواستن بگیرن ازش، میخواستن مثلا ایشون رو روشن، ایشون رو مثلا عصبانی کنن، نتونستن. اومدن گفتن که پس بیاییم تهمت بزنیم به امام حسن علیه السلام، بگیم که دلیلی که امام حسن علیه السلام جواب نمیده اینی که وارد نیست، عرب نیست صحبت کنه، قدرت بیان نداره. شروع کردن به تبلیغ این به مردم. امام حسن علیه السلام فقط نیست حرف بزنه، نمیدونم امام حسن علیه السلام ترسوه. اینجا بود که امام حسن علیه السلام دیگه مجبور بود جواب بده، چون مردم داشتن تکون می‌خوردن. اینجا میومد تو مجلس‌های معاویه طوری جواب میداد آبروی معاویه میرفت، نه تنها آبروی معاویه بلکه تمام اون علمای معاویه، و طوری جواب میداد قوی و واضح جواب میداد از هیچی نمیترسید. با اینکه تو مرکز شام بود، هیچ کس هم باش نبود که ازش دفاع کنه، میتونستن بگیرنش هم که بکشنش، نمیترسید. امام حسن علیه السلام همینجوری میرفت و جواب میداد و جوری بود که مردم شام تو مجالساشون همه صحبت میکردن باشه این مسئله، همه پیچیده بود کل شام. میگم که معاویه بیشتر اذیت بود، معاویه ناراحت‌تر شد، گفت که ما باید یک کاری بکنیم، اینا اگر ما کاری نکنیم راجع به این مسئله مردم گیاه میکنن، دولتمون از بین برمیدارن حکومتمون. سلام علیکم و پس این علما گفتن که امام حسن اسم رو دعوت میکنیم و این دفعه ما خیلی دیگه حرف میزنیم، آبروش رو میبریم. عصبانی بودن، داشتن از روی تعصب حرف میزدن، ولی اگر یه ذره منطق داشتن، یه ذره عقل داشتن که همچین حرفی نمیزدن، چون میدونستن امام حسن اسلام چجوری شخصی هست که آبروشون رو برمیداره. گفتن که ببین معاویه، ما همچین نقشه‌ای کشیدیم، شما فقط امام حسن یه بار دیگه دعوت کن، این دفعه دیگه آبروش رو برمیداریم. معاویه گفت نکنید این کار، من چند بار بهتون بگم، شما که دیدی چند بار اینا آبرومون رو بردن، دیگه چیزی نمونده از من، میخوای چیکار کنیم؟ میخوای بیشتر بدتر از این بکنیم؟ علمای معاویه گفتن نه حتما این کار حتما انجام بده، باید انجام بدیم، اگر انجام ندیم حکومتمون از بین میره. اینجوری دیگه تونستن کم کم معاویه راضی کنن. معاویه آخرش گفت خب باشه، اگر این کار رو میکنی حق نداری اهانت بکنی به امام حسن علیه السلام، تنها کاری که میتونی بکنی اینه که بگی که آیا پدر شما شرکت نکرد تو قتل عثمان، که البته حضرت عثمان شرکت نکرده، تازه برای عثمان شیر و نون و اینا فرستاده بود توسط امام حسن و امام حسین علیه السلام. وقتی که مردم دوره بر قصر عثمان رو گرفتن و عثمان غذای چیزی نداشت، از گرسنگی میمرد،
از حضرت علیه کمک خواست، حضرت علیه حتی دشمنش هم کمک بخواد نمیگه نه، از کرامات حضرت علیه کمک کرد. ولی خب اینا همیشه این تهمت هایی میزدن و میگفتن که در شما هم ضد خلفای ابوبکر و عمر بودن و از این تهمت ها حتما بزنید نسبت به ایشون، حتما این تهمت ها رو بزنید به ایشون که مردم دشمنی کنن، چون مردم تا حتی هنوز محبت داشتن نسبت به این خلفا و برای خاطر این یک راهی بود که بتونن مردم رو از مردم دشمن کنن. پس خب نقششون خوب کشیدن، رفتن امام حسن رو دعوت کردن. گفتن امام حسن، البته امام که نمی‌گفتن، میگفتن حسن ما مجلس گرفتیم فلان جا، همه رو دعوت کردیم، شما هم حتما باید بیایید. امام حسن اصلا که میدونست نقششون چیه. قرآن شده یا الله رو لباسش رو پوشید مجلس. اونجا که بود معاویه لعنت الله علیه بهش گفت که واقعش من به این دوستان گفتن که شما رو دعوت نکنید، این کار رو نکنن، من خیلی سفارش دادم ولی اینا قبول نکردن. امام حسن مثلا همونجا جواب داد بهش، گفت که معاویه این که خونه خودته، شما هم که حاکم هستید، پس این کلاه ندار سر من میفهمم که شما خودتون راضی بودید که این نشسته بزنید. معاویه اونجا دیگه حرفی نداشت. پس شروع کردن علما یک به یک فحش، اهانت به امام حسن علیه السلام، تهمت به پدر امام حسن علیه السلام. وقتی تمام کردن امام حسن علیه السلام برگشت یک به یک اینا رو جواب داد. یک جوابایی داد من الان نمیتونم بگم چون واقعا وقت نیست، خیلی طولانی بود این مجلس، ولی یک حرفایی زد من باور کنم خندم میگیره وقتی اینو میفهمم که اینا چقدر بی‌عقل بودن و چقدر خوب امام حسن علیه السلام اینا رو جواب داد. الان من یک قسمت‌های خیلی کوچولو میگم که ببینید امام حسن علیه السلام هیچی نمی‌ترسید و خوب حرف می‌زد. به معاویه توی قصر خود معاویه با لشکر معاویه که اونجا بودن گفت به معاویه که چند جا نقل کرد از پیغمبر که پیغمبر معاویه را لعن دائم کرده بود، لعن ابد، یعنی دیگه این لعن چک از سرش نمیدارن، یعنی هر چی معاویه بکنه همینه، حرف پیغمبر دیگه. بعدش هم 7 جا که پیغمبر علنی جلوی همه لعنت کرد ابو سفیان پدر معاویه، 7 جا همینجوری میدون. به مغیره جواب داد که مغیره برای چی جواب شما رو بدم؟ شما مثل یک پشه‌ای هستی که اومدی روی یک نخل نشستی، همون درخت خرما، تازه میخوای به نخل بگی که نه مواظب باش میخوام پرواز کنم. خب نخله برمیگرده بهت میگه که من اصلا احساس نمی‌کردم شما اصلا اول نشسته بودی رو من که میخوای الان پرواز کنی. چطور اینا رو ضایع می‌کرد جلوی همه؟ نه اینکه لذت می‌برد می‌خواست خودش رو نشون بده، نه، ولی چون اینا همچین برخوردی کردن به ایشون و به مردم گفتن که بلد نیست حرف بزنه، میترسه ترسوه، دیگه جوابش همین، جواباشو داد، خوب داد. به عتبه ابن ابو سفیان که گفته به امام حسن علیه السلام که شما اگر قبول نکنید که پدرتون همچین کارایی کرده من شما رو همینجا میکشم. به عتبه گفت که یه جوابی داد به عتبه نسبت به این تهدید مرگ که الان اینجا جاش نیست چون زیاد حالا یه حرفی بود که من نمیتونم راحت بگم بالای من، ولی بقیه حرفی که به عتبه زد این بود که عتبه به خدا قسم شما لایق جواب نیستیم و عاقلم نیستیم که من بیام باهاتون بحث کنم، نه هیچ کراماتی داری یا هیچ چیز خوبی داری که من امیدوار باشم با بحث با شما شاید خوب بشی که از اون خوبی استفاده بشه، و نه هیچ بدی داری که من اگر باهاتون بحث نکنم و محکومت کنم به جامعهمون بدی برسه. هیچی نداری. منطق شما
مثل اون دختر کوچولو کنیزتونه. بعد اینا رو ادامه داد. پس ما می‌بینیم که امام حسن علیه السلام هیچ نمی‌ترسید. رفت تو خود دل این ظلمات، قلب این ظلمات تبلیغش رو کرد. و با این کار خیلی ها رو به اسلام کشید و خیلی ها رو که دشمنی با امام حسن علیه السلام و اهل بیت رسول داشتن خیلی ها رو خوب کرد. چرا؟ چون امام حسن علیه السلام از چی نمی‌ترسید؟ وقتی کسی با حقه باش هست، از چی دیگه بترسه؟ ولی متاسفانه خیلی از علمای ما، نه خیلی باشید، بعضی از علمای ما که امروز هستن پیرو این راه امام حسن علیه السلام و اهل بیت اسلام نیستن. بعضی از این علمایی که اینجا هستن الان 30-40 سالشون هستن دیگه اینجا، مثلا بعضی از علما، نه همشون، بعضیاشون یک بار نشده که اسم اهل بیت رو گنده کنن تو جامعه. اهل بیت الاسلام فقط برای شیعیان نیست، اهل بیت الاسلام برای کل عالمه. ما یه زمان اجدادمون مسلمون نبودن، به توسط اهل بیت الاسلام مسلمون شدن. اگر ما الان شیعه هستیم به خاطر اونه، به خاطر اهل بیت الاسلام. ما حق بیشتر نداریم نسبت به اهل بیت، یعنی نسبت به مردم دیگه برای اهل بیت الاسلام. اهل بیت الاسلام مال ما نیستن، مال همه. ولی متاسفانه نه تنها اینا برای غیر مسلمانان صحبت نمی‌کنن، برای غیر مسلمانان رو آشنا با اهل بیت الاسلام نمی‌کنن، ولی اینا حتی برای شیعه ها چیزی مفید نمیگن. تو دهه محرم به جای اینکه بیان مشکلات مردم رو حل کنن، میرن بالای منبر با بحث چیزای بیفایده حرف میزنن، مثلا عرفان. حالا عرفان امام صادق علیه السلام خوبه که میگه آقا ترک گناه انجام واجبات، این عرفان. نه اینکه بشین فلان چیز رو 1122 مرتبه هر روز بگی یا هچ کس، اونا بیفایده هن. یا اینکه میرن بابت فلسفه حرف میزنن. میبینیم که مردم پدر مادر با بچه دارن ارتباطشون قطع میشه، بین زن و شوهر مشکل هست، مردم دارن از دین فرار میکنن، شما میای بابت فلسفه حرف میزنید. یه چیزی که یه نفر خیالاتی کرده بود نوشته بود توی کتابی که اصلا معلوم نیست سند داره یا سند نداره، یا اینا رو میگی بالای منبر، یا میان بحث سیاسی میکنن یا چیزهای دیگه بیفایده. این وقت مردم طلب میکنن و حقیقت پنهان میکنن از مردم. ما میریم به مجلس امام حسین میرسیم که هدایت بشیم، چون میخوایم عوض خودمون عوض کنیم. ما وقتی میریم مجلس امام حسین علیه السلام تو این دهه محرم مخصوصا، چون دلمون میسوزه برای امام حسین علیه السلام، برای اون مصیبت‌هایی که داشت، میخوایم خودمون عوض کنیم. میخوایم دیگه عهد ببندیم که خدای من غلط کردم، دیگه این کارا رو نمیخوام بکنم. اگر من روز عاشورا نتونستم با امام حسین علیه السلام باشم و بجنگم، حداقل تو عملم میتونم این کار رو انجام بدم. میخوان عوض بشن. ولی خب این مردم میان نمیدونم فلان مبلغم پولم میگیرن که اهل بیت اسلام پیش کدومشون یکی از اهل بیت اسلام بیاد که 1 درهم یا 1 دینار گرفته بود از این نفر به خاطر تبلیغ دین. کی این کار کرد؟ اگر پیغمبره که پیغمبر تاجر بود. اگر حضرت علی السلام توی باغ یک یهودی کار میکرد، آن که خلیفه مسلمی بود یک زمان و کل بیت المال دستش بود، دست نزدش، میرفت تو باغ یک یهودی کار میکرد که روزش رو در بیاره. این حضرت علی السلام 1 درهم 1 دینار نگرفت برای تبلیغشون. متاسفانه اینا هم وقت رو طرف میکنن، هم بعضی وقتا دروغ میگن بالای منبر به مردم، میان برمیدارن حسابی.
وقتی که شیعه‌ای میاد با پیششون با مشکل، نمیگم تمام علماها، فکر نکنید من دارم با علما میگم، من اینجوری علما میسارم، یعنی ببخشید چشم انگلیسی میگن میسارم، علما رو چشم من کاری ندارم، ولی بعضی‌ها اینطوریه. همونطور که معاویه عالم بود اما گذاشته بود مردم رو گمراه می‌کردن، بعضی‌ها امروز همین کارن، ولی نمیان خودشون رو به عنوانش سنی با ما معرفی بکنن، نمیان بگن ما سنی هستیم، چون سنی هستیم میدونن که ما گوش نمیدیم به حرفشون. اون زمان معاویه اگر میتونست مردم رو قول بزنه به خاطر این بود که اون زمان مردم زیاد این چیز سنی شیعه نبود که مردم بدونن عقیده من چیه، عقیده من شیعه هست، خب این سنیه، خب محلش نبود. همچین چیزی نبود اون زمان، بود ولی خیلی کم بود، اینجوری نبود که الان امروزه که همه اسم داره، این شیعه این سنی است، این من چیه، این بهایی اشارت که مثلا ولی الان اینا میان خودشون رو معرفی میکنن به ما، میگن که ما شیعه هستیم، بله ما پیرو به عقیده هستیم. همونجور که معاویه میرفت بالای منبر به مردم میگفت که من پیرو به پیغمبرم، سنت پیغمبر، طبق سنت پیغمبر میرم جلو، از این حرفا رو زدن، مردم پول میزدن. الان همینه. حالا من زیاد به مسئله حرف نمیزنم، ولی الحمدلله تمام علما اینجوری است. علمای خوبی هم داریم، اگر سراغش بریم پیدا میشه علما، و علمایی داریم که حاضرن خودشون توی خطر بندازن، حق بزنن، و علمایی داریم که روزیشون رو در نمیارن از کشتن امام حسین بالای منبر. علمایی داریم که میرن روی قلب دشمنان اهل بیت السلام، کشورهایی که ضد اهل بیت السلام هستن، ضد مسلمان هستن، بر علیه مسلمان تبلیغ میکنن و میرن توی این کشور و حرف حقیقت میزنن. الحمدلله ما امسال همینطور که داداشم گفته بود، من خبر نداشتم، منم نوشته بودم که این گروه عزاداری فور امام تبلیغ کرده بودن توی تابلوها، توی هم انگلیس هم آمریکا هم اروپا، یعنی تو قلب دشمن ها رفتن، حمله کردن، اسم امام حسین علیه السلام رو زنده کردن. هر کسی که میره این امام حسین کیه؟ تا حالا شما پیش یک مسیحی یا یهودی بپرسید امام حسین اسلام کیه؟ کسی نمیدونه، اصلا تا اسم رو نشنیدن. دیگه بهش حسین کیه میگه آره یه دوست مثلا پاکستانی دارم اسمش حسینه یا هرچی، نمیدونن امام حسین کیه دیگه، نمیدونن اهل بیت انسان کیه. اینا اومدن این همه پول خرج کردن که بیان امام حسین رو بزنن اون تابلوها، اون تابلوهایی که معمولا عکس زن نمیشه کثافات و شراب و چی میذارن که هم برای اون مدت عکس اون چیز بیفایده نباشه و هم مردم که رد میشن میگن امام حسین. و مردم امروز اینجوری هم که میرن تحقیق میکنن، چون مردم میخوان حقیقت رو بشنون. ما بین جوانان خیلی اینو داریم که مثلا وقتی یه اتفاقی میفته سریع همه میرن تو فیسبوک یا سریع همه میرن توی اینترنت میزنن توی گوگل میاد خبرش، بگن که چه خبره، چی داره میشه امروز. اگر ما میخوایم بریم جلو باید اینجوری بریم جلو، باید نترسیم، باید بریم توی جامعه حرفمون رو بزنیم. ولی خب متاسفانه همیشه علمایی هستن مثل معاویه که امام حسن علیه السلام رفت توی قلب دشمنان تبلیغ اسلام کرد و مردم رو روشن کرد، تاریکی رو زد کنار. ولی معاویه آمد نقشه کشید تهمت بزنه سر امام حسن علیه السلام. الان هم همین رو داریم، علمایی که نمیتونن تحمل کنن که یه نفر دیگه رفته یه کار موفق انجام داده، یه کاری کرده موفق، یه کاری کرده که اونا تا حالا نتونستن بکنن، هم تهمت میزنن، میگن چرا شما میگیدی برای تابلو در صورتی که مردم به دنیا دارن از گرسنگی میمیرن؟ چه ربطی داره؟ شاید شما خمس مردم رو نخورید، مردم
درسته نباشن. شاید اگر بیایید اسلام درست مردم یاد بدی، مردم اصلا خودشون رو بدن که خیلی ها نمیدن. حالا من نمیدونم ولی اینه که ما شیعه واقعا باید افتخار کنیم از اهل بیت. واقعا باید افتخار کنیم. ما کی باید غیر از اهل بیت نیستیم؟ هر وقت مشکل برامون پیش میاد به کی میدیم؟ فردا سرطانی بشیم، پناه بر خدا، خدای نکرده، اگر بریم پیش دکتر گفته که چاره نداریم، پیش کی میریم؟ پیش همون امام رضا نیستم. پیش همون امام حسین نیستم. ما واقعا جایی نداریم غیر از اهل بیت نیستم. ما باید قدر اینو بدونیم و اینقدر ببخشید من نمیخوام اهانت کنم ولی اینقدر حسیس نباشیم. میخوام مردم با اهل بیت آشنا کنیم. نه تنها خودمون، یعنی از خانواده خودمون شروع کنیم. پدر مادرها به بچه‌هاشون سعی کنن یک بار هفته یه داستانی بگن بابت اهل بیت نیستن. تو ایران این همه کتاب هستن، کرامات امام حسن، کرامات امام حسین مثلا داستان خیلی کتابی هستن، معجزه. یه نفر مثلا مشکل داشت برطرف شد. یه بار هفته یکی اینا بگن به بچه‌هاشون که بچه‌هاشون فردا به جای اینکه برن پیش مواد مخدر و نمیدونم سیگار و نمیدونم مشروب که مشکلاتشون حل بشه، برن پیش حضرت عباس، برن پیش امام حسین و یقینا اینا جواب میگیرن و مشکلاتشون حل میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.